سلام رفقا، من شکیرا هستم. دختر کلمبیایی از شهر بارانکیا، همون که با رقص و آهنگاش کل دنیا رو به تکون دادن وادار کرد. از بچگی عاشق موزیک بودم. 8 سالم بود اولین آهنگمو نوشتم. 13 سالم اولین آلبوممو دادم بیرون. از همون موقع فهمیدم صحنه خونه واقعی منه. دوست داشتم سبک خودمو بسازم، غیر یه ترکیب خوشگل از پاپ، راک، موسیقی لاتین و حتی حال و هوای عربی، یه چیز خاص با خودمونی. وقتی آهنگ هر زمان هر کجا ترکوند، همه ی منو شناختن. بچم کمرها دروغ نمیگن که هنوزم همه باهاش میرقصن و میگن این دختر یه انرژی دیوونه کننده داره. ولی زندگی برای من فقط موزیک نبود، غیر همیشه عاشق کمک کردن به بچه ها بودم. مدرسه ساختم، تلاش کردم بهشون امید بدم و بگم رویا دیدن حق هم است. من هم مادرم، هم یه هنرمند، هم زنی که شاید زمین خورده، ولی بلند شدم رو بلده. خلاصه یه دختر پرشور با قلب لاتین، صدای بلند و روحی که دوست داره دنیا رو یه ذره شادتر کنه.